با سلام دوباره در کنار رامین عزیز هستم از دوستان آذربایجانی ما که زبان فارسی رو میدونن. میتونید صحبت بکنید، یه صحبت کوتاه. تشکر میکنم، خیلی ممنونم که شما اینجا هستی. منم خیلی خوشحالم که در کنار شما. خیلی خوبه که شما از ایران و ترکیه، کرگزستان، آذربایجان اینجا سیاحت میکنید. خیلی ممنونم شما. برای من افتخاریه در کنارش هستم، چون که خیلی خوشحال شدم که دیدمشون. آقا امید که ریاست در واقع مدیای شهر باکو رو در واقع داشتن دعوت کردن و من رو باز با این کلاه ملی آذربایجان میبینید و ساز قراره بریم بازدیدی از بنای یادبود سربازان ترکیه‌ای داشته باشیم. همونطوری که رامین گفت در سال 1918 برای نخستین بار جمهوری آذربایجان استقلال پیدا میکنه، اما تنها برای دو سال و بعد دوباره باز شوروی سابق میاد و اون استقلال از بین میره و پس از اون 2 سال در واقع سربازان ترک میان باز به کمک، اما شهید میشن، به جایی نمیرسن.